برادر عزیز به سوال پرسیده که بسیاری وقت می شود که یعنی که دل من غمگین می شود و فکرهای بد از سر می آید. چیکار کنم که اینها از من دور شود؟ البته وقتی که انسان دل غمگین شد، ناراحت شد، دل چقدر یعنی بیخود شد، یگانه دوا و تبابت برای آرامی بخشیدن دل ذکر یاد خدا است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. رب العالمین میگه فقط ذکر یاد خدا دل شما را آرام میبخشد. آرامی بخشنده دلها فقط ذکر یاد خدا. والله قسم نه موسیقی های، نه طربخانه های، نه اون جاهایی که عیش عشقی که روز دارنده ها میرود. اون آرامیه که انسان از ذکر، اون حلاوت و لذت و راحتی که انسان از ذکر میکنه، از خود میکنه، اونها را از دیگر چیز پیدا کرده میشه. و این خاطر برادر عزیز بزرگوار حرکت داشته باش. وقتی که دل غمگین شد، البته غمگین شدن دلها از روی چی میشه؟ از روی نشیدن کار یا یکان قرضداری یا اینکه یکان ناراحتی وقتی در حیات میاد، البته دل انسان غمگین میشه. و این خاطر زیادتر ذکر داشته باش. بعضی بزرگا و لطیفه قلب میگن، یعنی ذکر بدیل گفتار، یعنی بدیلم کلمه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، اینها را بدیلم گفتار داشته باشه ان شاء الله که دلهای شما روشن میشن و فکرهای بد وقتی که در سر آمد داره در حال استغفار کنید، استغفر الله بگید، از خداوند طلب مغفرت کنید که خداوند فکری بد از یعنی فکر شما از سر شما دور بگرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما یک سری تعلیم دادن. البته این درباره دل است برادران عزیز. پیغمبر بزرگوار گفتن که این فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. تن در بدن هر یک انسان یک گوشپاره هست، یک عضوی هست، یک جزئی هست. وقتی اون گوشپاره، اون جزء اصلاح شد، خوب شد، تمام بدن انسان صالح می شود، خوب می شود، اصلاح می شود. و این فسد الجسد كله. گفتن که اگر اون گوشپاره یعنی فاسد شد، بد شد، ناپاک شد، تمام بدن انسان بد و ناپاک می شود. جناب پیغمبر گفتن که الا و هی القلب. یعنی شما بودن که این دل است. وقتی دل انسان صالح شد، دل انسان پاک شد، دل انسان خوب شد، جسم و بدن و انسان صالح و خوب و پاک می شود. اما اگر یعنی که قلب انسان پاک و خوب نشد برادران، یعنی در فکر در دل دائم نیتی بد کردی و قصدی بد کردی و چیزهای بد محبت شده در دل جا کردی، البته جسم و بدن این طرف فاسد میکنه، بد میکنه، ناپاک میکنه، ناراحت و پریشان میکنه. و به خاطر برای انسان قلبی سلیم، در آیت قرآن رب العالمین میگه یوم لا ینفع المال ولا بنین الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزی هست که اون روز نه مال و نه فرزند برای انسان فایده بخشیده نمیتونه، مگر اینکه انسان اون روز بدین پاکیزه، بدین خالی از یعنی شرک و کفر و نفاق و فسق و بدی ها رفته باشه. یعنی قلب سلیم، دل پاکیزه، دل صاف برای انسان در کار تا اینکه در روز قیامت به درد او بخوره، تا اینکه او را فایدهش باشه. حتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم دائم دعا میکردن، دعاها داشتن جناب پیغمبر که اللهم ثبت قلوبنا علی دینک. ای پروردگار دلهای ما را ثابت بگردان، یا اینکه ای پروردگار میل خواهش دل ما را به سوی یعنی عبادت و بندگی و اطاعت خودت بگردان. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار میفرمایند قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الله. دلهای مردم در بین دو انگشت‌های پروردگار هستند. جناب پیغمبر گفتن یقلبها کیف شاء. کدام جانبی که بخواهد دلهای اونها را میلشون میگرداند. ببینید امروز بعضی انسان یعنی در راه غفلت و گناه است، یکی میل دل او یعنی روی دیگر میگردد، دیگر جانب تاب میخورد، دیگر میبینی عبادتگر شد، پرهیزگار شد، خدا ترس شد، اهل مسجد، اهل طاعت و عبادت شد. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار ما و شما حرکت داشته باشیم که در دلها فقط نیت فکری خوب داشته باشیم، دلها را یعنی صالح پاک و خوب بگردانیم.